علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظما وتنادى الدهر هنا العظما. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سپاس و شکر خدا را که پروردگار عالمیان است. من گواهی می دهم که خدای جز خدای یکتا وجود ندارد که او یکتاست و هیچ شریک ندارد و من گواهی می دهم که محمد بنده و پیامبر اوست. درود و سلام خداوند بر او، بر اهل و بیت، همسران او، مادران مؤمنان و آنهایی که پیروی او را کردند. الله از همه سخاوتمندترین است که به رحمت او تو امید داری. الله یگانه سخاوتمندترین است که لطف خود را اظهار می کند. پادشاهی که تمام شاهان و کشورداران برایش سجده می کنند. ستایش خدا را که پاک است. ستایش خدا را که بزرگ است. پاک است آنی که توبه پذیر است. پاک است دهنده و عطا کننده. پاک است آنی که در برابر قدرتش سرها خم می شوند. پاک است آنی که آفریده هایش را از زمین آفرید. پاک است آنی که هیچگاه ما نمی توانیم مزد مهربانی هایش را داده باشیم. یا الله دارنده رحمت و مهربانی، ما را از رحمتت بی نصیب نگردان. ستایش خدای را که بد را پوشید و خوب را آشکار کرد. ستایش خدا را که بد را پوشید و خوب را آشکار کرد. نعمتهای او تمام نشده وی به ما باز دوباره آنها را می دهد. خدا را شکر برای مهربانی و همه نعمتهایش. عزیزانم، امروز ما در اینجا جمع شدیم و شکر خدا را می گوییم. ما جمع شدیم که از حیات کی صحبت کنیم. همه ما به بهترین انسان صلوات می فرستیم. به خدا قسم این رحمتی بزرگ است که خداوند ما را داده است و ما او و پیامبر او را در این وقت یاد می کنیم. خدایا چگونه که ما را جمع شونده و یاد کننده پیامبرت کردی، همین طور ما را از همسایگی او در بهشت رها نکن. یا الله ما را از رازگیت رها نساز. ما را ببخش و از آتش دوزخ نگه دار. برادرانم، ما سال گذشته از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم حرف زده بودیم و تا آنجای آمدیم که او هجرت میکرد. از همه کارهای بزرگی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بود وقتی در مدینه بودن شدند و ما برادرانم این کار نمی کنیم که این دین با آسانی با راههای پر از گل به ما آمده نرسیده است، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار رنج و عذاب کشید از برای الله. او را می زدند، شکنجه می دادند، از خانهش راندند، به ننگ و ناموسش می رسیدند و همه این را او طاقت می کرد تا اینکه دین خدا را به مردم برساند. این لطف و رحمت بود که خداوند در دل او جای کرده است. و درست گفت خداوند مهربان، نزد شما پیامبر از بین خودتان آمد. سخت است برای وی وقتی که شما عذاب میکشید. وی برای شما کوشش میکند و به مؤمنان دلسوز و غمخوار است. از حالتهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را احاطه میکرد این بود که وی در مدینه بین مردم زندگی داشت که خود را به اسلام تعلق نمیدادند. وی با یهودان زندگی داشت، با نصرانی ها وام خورد، همچنین آنجا بود پرستان زندگی داشتند و از همه اساس وی صلی الله علیه و سلم با آنهای زندگی داشت که بدتر از همه اینها در یک جایگی بودند. آنها درویه ها اند که به همه ایمانداریشان را نشان داده به ایمانیشان را پنهان میکردند.
محبتشان را بر پیامبر نشان داده نفرتشان را پنهان میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بین همه این آدم ها زندگی داشت، ولی وی چگونه با آنها معامله میکرد؟ دائما پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحبت های خود با دیگران آنگونه بود که میخواست آنها را از تاریکی به روشنی برآورد و هر باری که نفر از آنها با پیامبر صلی الله علیه و سلم روبرو میشد، ایشان تنها یک مقصد داشتند که خداوند به سببشان این نفر را از آتش دوزخ نجات دهد. و آن حالتی که ما گذاشته بودیم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از طائف برمیگشتند، نزدشان جبرائیل با فرشته کوه ها آمده گفت: محمد، اگر خواهی من خودی حاضر این کوه ها را بالای آنها چپه میکنم. و این امکانیت بود که کافران پورا نابود شوند، از آنها چیزی نماند. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: نه، آنها را به حال خود گذار. من از خداوند طلب دارم که نسلی را از آنها به دنیا آورد که خدای یگانه را عبادت کنند. اکنون معامله پیامبر صلی الله علیه و سلم را با یهودیان میبینیم. عبدالله ابن سلام که یکی از عالمان یهود بود میگوید: من عید پیامبر آن زمان فهمیده بودم که وی حالا به مدینه نآمده بود و من باوری حاصل کرده بودم که او همان پیامبر است که در تورات و انجیل گفته شده است. یهود و نصرانی ها در قلبهایشان میدانند که محمد پیامبر است، ولی از سبب کبر و ناعدالتی خود این را پنهان میکنند. عبدالله ابن سلام میگوید: من عید نشانه ها و خصوصیت های وی خواندم و جای هجرتش هم مدینه بود. من فهمیدم که این همان پیامبر است. اینک پیامبر صلی الله علیه و سلم تا مدینه رسید. من آمدم بالای درختی که مال من بود کار میکردم. در زیر درخت بیبیم خالده بنت حارث نشسته بود. من آواز را شنیدم که میگفت: محمد آمد، محمد رسید. من خود را داشته نتوانستم و بلند فریاد زدم. بیبیم به من نگریسته گفت: خداوند تو را خار کند. آنگونه داد میزنی که گویا موسی ابن عمران آمده باشد. من گفتم: بیبی، آخر این برادری موسی ابن عمران است. بعد من فرآمدم و نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم. این را یکی از عالمان بزرگ یهود میگوید. وی چیزهایی را میداند که توسط آنها میتواند فهمد که محمد در اصل پیامبر است یا اینکه نه. وی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. صحبت آنها را گوش کنید. وی گفت: محمد، به من از سه چیز خبر ده که از آنها کسی جز پیامبر خبر ندارد. پیامبر پرسیدند که چی است؟ عالم گفت: به من از اولین نشانه قیامت گو. پیامبر گفتند: دویمش چی؟ وی گفت: برای چی کودک یا پدر و یا به مادر مانند می شود. پیامبر گفتند: سیومش چی؟ اولین طعام بهشتیان چیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را بجز با وحی نمیتوانستند که دانند و گفتند: خودی حاضر جبرائیل برای من خبر داد. وی گفت: اولین خوراکی که برای بهشتیان میدهند این جگر نهنگ است. عالم گفت: درست است. پیامبر گفتند: آیدی نشانه قیامت این آتش است که از شرق می براید و در غرب مردمان را جمع می سازد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: آیدی سیمش و این را آدمی که خواندن و نوشتن نمی توانست دانستنش ناممکن بود و این وحی از جانب خداوند متعال بود. پیامبر گفت: سیمش این که اگر تخم مرد از تخم زن پیش گذرد فرزند به پدر و اگر تخم زن از تخم مرد پیش گذرد
فرزند به مادر مانند می شود. وی گفت درست است و من گواهی می دهم که خدای جز خدای یکتا وجود ندارد و تو پیامبر او هستی. رسول خدا به درستی که یهودها مردمی دروغگو هستند. من می خواهم که تو مرا در گوشه از آنها پنهان کرده آنها را جمع کنی و عایدی من از آنها بپرسی. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند میلش. او را پنهان کردند و یهودیان را جمع کرده پرسیدند عبدالله ابن سلام برای شما کیست؟ وی خوجین ما و پسری خوجین ماست. وی بهترینی از ماست و پسری بهترینی از ماست. بعد وی نزد آنها برآمد و گفت ای یهودیان، این محمد همان پیامبری است که باید می آمد. پس برایش باور کنید و او را پیروی نمایید. من گواهی می دهم که خدای جز خدای یکتا وجود ندارد و محمد پیامبری اوست. آنها گفتند محمد وی بدترینی ماست و پسری بدترینی از ماست. عبدالله گفت یا رسول الله، من به تو گفته بودم که آنها مردمی دروغگویند. این خاصیت آنها است که هیچگاه عوض نمی شود. آنها می توانند که شکل گوناگون، رنگ پوست گوناگون داشته باشند، لیکن این خصوصیت ها که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر داد هیچگاه عوض نمی شوند. عبدالله ابن سلام به خانه‌اش برگشت و همه اهل و عائله‌اش مسلمان شدند که بین آنها بیبیش خالده بنت حارث هم بود که به خدای یگانه ایمان آورده و گواهی داد که محمد پیامبر است. این یک نمونه از حادثه های بود که پیامبر را در مدینه احاطه میکرد. ایشان با یهودیان نصرانی ها زندگی داشتند و این برای آن درکار است که ما فکر کنیم، زیرا ما با همه میتوانیم سر و کار داشته باشیم. شما میتوانید آدمان را واخورید که با گاو و بقه ها سجده میکنند، آنهایی که به موش و حشرات سجده میکنند. لازم است که شما آموزید که چگونه باید با آنها معامله کرد. شعار شما باید سخنان الله باشد که میگوید ما تو را فرستادیم تنها به حیث مهربانی به دنیا. خدایا ما از تو ایمانی کامل طلبگاریم و باز خدایا از تو رازگی طلبگاریم. خدایا کارهای ما را برایمان آسان گردان، غم را از سینه هایمان دور ساز. خدایا ما را از آنهای گردان که با لا اله الا الله زندگی دارند و این کلمه ها را کلمه های آخری ما گردان. خدایا برایمان مال عطا کن که ما را فریفته و چشمه هایمان را کور نسازد. خدایا ما را نیازمند به هیچ نفر غیر از خودت نگردان. خدایا ما را از همه بی نیازترین از دیگران و از همه نیازمندترین به خودت گردان. پاک است خداوند پروردگار عالمیان. درود و سلام خداوند به همه پیامبران و شکرانه بی‌حد به خداوند مهربان و رحمت الله بر محمد و تمام اهل بیت او. لمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة.